سلام برابکس، خوش اومدین به چنل معبد. خوش اومدین. دوتا خوش اومدین نگفتین؟ سلام برابکس، چطورین؟ به چنل معبد خوش اومدین. من سعیدم. منم امیدم. اومدیم با ریاکشن به مستم باد از شاهین نجفی و عرفان و مروارید. چند دقیقه است آهنگ؟ 5 دقیقه و 20 ثانیه است. 5 دقیقه و 20 ثانیه. کاورش هم که خانم مروارید وسط وایساده، عرفان و یه کاور ساده. آقای شاهین عرفان هم که از همشهری‌ها خوب ما هستن. شاداد به عرفان. خب بریم ببینیم چی کار کرده. مستم باد آرتیستا عرفان، شاهین نجفی، مروارید. پرودیوسرش ای پلاسه، حاجی ای پلاس. من خودم با عرفان شناختمش. خط منو کار قدیمی هم با عرفان اومد بالا. عرفان کار میکرد ولی کارش حرف نداره واقعا. خودش من خیلی دوستش دارم. خب بریم گوش کنیم. برو بریم. بی معطلی میریم واسه این فیت. همه جا گرم و نور میاد از چشم، بیرون سرده ولی تن دا اول کار لاوه. آره اصلا میدونی اون حسیه که اون انتظاری که از شاهین نجفی دارم، اون آهنگایی که از شاهین نجفی تو مغزم هست، حالا تو خاطرمون هست، اصلا نمیخوره به اول این کار. اصلا آهنگ اخیرش یه چند تا آهنگ با حال این سبکی داد تا گوش اومد، اصلا هیچ ایده ای ندارم میخواد چی بشه. گرم و نور میاد از چشم، بیرون سرده ولی تنت. اینم بگم چقدر دلم برای صدای مروارید تنگ شده. مروارید بازی نه با خود عرفان 2-3 تا کار داشتم خیلی خوب، خیلی دوست داشتم. همیشه دانش رو که میرفتم همسایه تو گوشم بود، داشتم این موزیک رو گوش میکردم. اسم ترک یادم نیست واقعا. میاد از چشم، بیرون سرده ولی تن دا. اگه باشی منم سر پام، سر پام، سر پام. گاهی وقت خستم ولی میدونم که نمیخوام برگردم. چرا برگردم وقتی تم بیت قشنگ همون ای پلاس قدیمیه که یادمه. دقیقاً همونه. دقیقاً همون ای پلاسیه که من یادم میشناختی. آره همون ای پلاس اسبق. ولی میدونم که نمیخوام برگردم. چرا برگردم وقتی میدونم که من و تو رو تش هستم. من تو تش هستم ولی باور نمی کنی چون که بد مستم. چرا بد مستم آخه گاهی کنترلش میره از دستم. میگم بفاز نشیم، حال کنیم دوباره رو حساب نریم. هوا تو دعوا حساس تریم، هرکی محسبی و اخلاق سگی بعدشم چیه که سالهای سال همین داستان ما. سیاه آسمان ما همیشه باز ما بگاه، ولی باز حالا به ما بی ترس و بالای باز رفتیم تا باز واسه ما آبیش آسمان ما. همه جا گرم و نور میاد از چشم، بیرون سرده ولی تن دا. اگه باشی منم سر پام، سر پام، سر پام. سر ها سوار میشیم میریم ترک با، مثل برگا شبا سر تا ته سام. فرق نداره هوا برا ما، برا ما، برا ما. خش رو قلبی مثل زخمی که درمونش فقط توی انفجارم. خش رو قلبی مثل زخمی که درمونش فقط توی انفجارم. خب میدونید قشنگ داره عاشقونه میخونه. خش رو قلبی که درمونش فقط انفجاره. میگه خیلی خفنه اصلا دیگه نمیتونم. میگه شما فکر کردید که من توی دامتون افتادم، یعنی که من توی دام شما نیفتادم، شما فکر کردین که من توی دام. شاهین نجفی عاشق شده. لیلیش رفته. بعدم عاشق شده. لیلیش رفته. 2 تا آهنگ میگم، 2 تا آهنگم برای لیلیش خوند.
شکست عشقی داداش شاهین شاید خود چی کار میکنی چرا همچین ترکه. من نمیدونم حق با کی. من منتظر یه دیس بودم میدونی. دیس بکی مخمل بچه ها مخمل بچه ها همینجا باش. آره حاجی من میدونی منتظر یه دیس بودم، نه اینکه به شخص خاصی میدونی سیاسی تو. آفرین نکن. آفرین منتظر دست میکروفون گذاشتی گازت یه میگیره. دیس سیاسی بودم. خب بذار ببینیم چی میگه آقای عاشق میشه. هوا براما خش رو قلبی مثل زخمی که درمونش فقط توی انفجارم. تو سکوت دشت برا گرگ بودن مگه افتخارم. مرهم تو سکوت دشت برا گرگ بودن مگه افتخارم. مرهم بودی محرم تو دشت برا گرگ بودن اونش فقط توی انفجارم. تو سکوت دشت برا گرگ بودن مگه افتخارم. مرهم بودی محرم خلوت و راه خلاص از کون دردام. بچه تلخی که تلخید پرندگی جلد خونه رو پردا. عشق رخش روم دلم بودی محرم خلوت و راه خلاص از کون دردام. بچه تلخی که تلخید پرندگی جلد خونه رو پردا. عشق رخش روم تو مسیر باد و رنج دردش گفتم مثل الان احساس کنی خیلی تو تصویر الان مخمل همه دارن میبینن. بیا بابا نگاهی چرا اینجا و من مکوه یخیز و بتسد و رنج دردش گفتم مثل کوه من مکوه یخیز و بت سرنوشت. ببخش اگه بد بودم اگه کم بودم برات اگه کم گذاشتم اگه گاهی صدام رفت رو صدا. مثل یه حفر خالی میشه زخم نبودنت توی سینه. بذار همه بد بگن پشتم بگو حق میشه حقم اینه. حقم اینه بگو از اون که توی زندگی از خودش با اما تو ذهنش از تو یه قهرمون میسا. بگو اون که شیدا بود. یه شاهین نجفی واقعا شکسته عشق خورده. حاجی من این آهنگ میره تو پلی لیستم. خیلی خوبه این آهنگ. این آهنگ میفته رو چی؟ تو این استا وایرال میشه، میفته رو بک‌گراندهای عاشقونه. آره. ببین که ویژوالایزر. آره دقیقاً به زودی این آهنگ وایرال میشه. از همینجا من اعلام میکنم. شاید هم الان شده. احتمالش هست. چرا که نه. نشست و یه قهرمون میسا. بگون که شیدا بود و انگوش نما شد. یه دیوونی که زخمی عقل آدما شد. میگم بعد فاز نشیم حال کنیم دوباره رو حساب نریم. هوا تو دعوا حساس. کلن اومده همین مدلی بخونه که ما اولش گفتم حس میکنم ملودیک بخونه. آره اومده که ملودیک بخونه کلن. ای پلاس هم خوب در آورده کار. میدونی خیلی شلوغ آره. باز نکرده، خیلی قشنگ کار عجیب غریب نکرده. یه چیز ساده گذاشته این قشنگ آروم نشستن روش. فقط هر از گاهی مثلا اونجا که ارفان میاد یه آرپژی میاد زیرش. آره یه جوری رومانتیک یه پد و لید کاری خیلی کار خاصی نکرده. ولی همون یه ضرب المثل هست تو موزیسیانا گفت خلوت چیدن و چیز چیدن خودش هنره. خیلی هنره. با یه پد و یه لید کارو در آورده. یه آرپژ هم به کمیت نیست به کیفیته تاش. میگم بعد فاز نشیم حال کنیم دوباره رو حساب نریم. هوا تو دعوا حساس تریم. هرکی محسبی و اخلاق سگی بدشن. بازم با هم سکس داریم بدنا رو هم پیشونیم و خیسته و تنمونو کرد. بالا ابراهیم تیره ملافمون حتی درامش هم یه درام خیلی ساده است. یه کیک داره، یه اسنی داره، یه هت، یه اوپن هت. خیلی چیز خاصی نداره. چیه که سالهای سال همین داستان ما. سیاه آسمان ما همیشه باز ما بگاه. ولی باز حالا به ما بی ترس و بالای باز رفتیم تا باز واسه میشه آسمان ما. همه جا گرم و نور میاد از چشم.
بیرون سرده ولی تن دار اگه باشی منم سر پام سر پام سر پام سر ها امور میشیم میریم ترک با مثل برگا شبا سر تا ته سام فرق نداره هوا برا ما برا ما برا ما اسب ساختم تو مغزم مونالیسا اون بالا بالا قاب تو همون یه تیکش فقط شاهین بود. شاهین یه دوتا ورس ملودیک چیز انداخت، عرفان انداخت، اونم یه ورس رپ انداخت و یه آرن بیشم موالید عزیز نداره هوا برا ما برا ما برا ما اسب ساختم تو مغزم مونالیسا اون بالا کار طولانی میشد. اگه اینجا شاهین میومد کار خیلی چون دوباره به عرفان میومد یا موالید میومد. موالید هم اومده بود. خب باشه نمیشه دیو تو وسط دو تا اومده بودن وسط ورس کجا دیدی یهو تموم بشه. نه تموم نشه. الان اینجا منتظر بودم شاهین دوباره بیاد پرقدرت آخرش یه ورس ریز بره و تموم بشه. حالا بالا قاب تو رو میذاشتم حسام و تک تک آنالیزو ای تو قلبم قرقتر حالا چی شد تشمش من تفه رفتم هر هفته قبتر رو عقبتر هرچی حک شد تو مغزم خط زدم کم شدن صفحه ها دفترم وقتی مستم بود تو میرفتم بود چه ریلکسم بود مستم بود مستم کم شدن صفحه ها دفترم وقتی مستم بود تو میرفتم بود چه ریلکسم بود تو میرفتم بالا زود گل تنم بود گاهی دستم بود تو گاهی دستم بالا میگو به قلبم بود توی دستم تو رو دارم هستم بالا زود وقتی مستم بود تو میرفتم بود چه ریلکسم بود تو میرفتم بالا زود گل تنم بود گاهی دستم بود تو گاهی دستم بالا میگو به قلبم بود توی دستم تو رو دارم هستم بالا زود. ولی یه چیزی بگم حالا این تعریفشو کردم ولی میتونست قوی تر باشه. حاجی قبل از این که بخوام در مورد این موزیک حرف بزنیم واسط عجیب ترین فیتا چی بوده؟ کی با کی؟ عجیب ترین فیتا کلا تو رپ فارسی؟ آره تا الان این عجیب ترین فیتایی که داده شده تا الان کی بوده؟ یکیش همین بود برام، یکیش اون زمانی که پیشو و گیره واکا چاکا دارم اصلا خیلی یه چیز عجیبی بود اون موقع که این دوتا با هم فیت دارن اصلا ریختن همه به هم این دوتا این همه دیس و دیس بازی اون عجیب بود برام. یه دیگه چیز بود هیچ کس و پوبون بود. از خود من هیچ کس و پوبون بود که خودم سورپرایز شدم با اینکه کارشونم خیلی قوی بود. الان نگاه کنی شیبت همون موقع ریخت واسه این فیت سورپرایز شدم ولی بعدش این دیگه خیلی سورپرایزم کرد. شاهین نجفی و عرفان یعنی اگر این فیت شاهین نجفی یا هیچ کس بود من اینقدر سورپرایز نمی‌شدم. مثلا انتظارشو داشتم آهنگ بعدی که شاهین نجفی یا هیچ کس که گفته بود من یه مدت نیستم منتظر بودم بعد از این یه مدته که نیست خواست بیاد یا حالا شاهین نجفی خواست آهنگ بده بیرون با هیچ کس بدن بیرون سر اون عکسم که کلاً وایرال شد و همه میگفتن اینا میخوان یه فیت با هم بدن و چه فیت قوی میشه ولی خب متاسفانه اینقدر که من انتظار داشتم که مثلا فیت هیچ کس و شاهین بیاد اصلا انتظار اینو نداشتم. این دوتا با هم فیت ها چی شد؟ جریان چی؟ آره خداییش سورپرایز شدیم. حالا نظرت در مورد موزیک چی بود؟ موزیکا گفتم اون موقع گفتم یه موزیک خیلی ساده روون یه چیز ساده A+ گذاشته بود که این دوتا خوب سواشن روش و همین اتفاق هم افتاد به نظر من. موزیک قشنگی بود ولی خب بگو. من خودم شخصا نیستم آهنگای لاویو لاو دوست نداری؟ لاو و دیس لاو و اینا نه اینکه نباشم ولی
خیلی تو خطشون نیستم. هر چیزی جای خود داره. آره اون که 100%. من نمیتونم فقط گنگ گوش کنم. نه نمیشه فقط دیس گوش کرد. میاد و مدل‌های مختلف میده ولی خب همیشه هم تمام شنوندگان و بینندگان تمام سبکا رو دوست ندارن. یا حتی معمولا یکی یا حتی اصلا نمیشه فقط رپ گوش کرد. دقیقاً. این هم هست. من خودم هایده بازم. من خودم میرم مثلا پاپ گوش میدم، از مثلا همین امروزی‌ها پاپ گوش میدم، مثلا میرم راک گوش میدم، متال گوش میدم، سنتی گوش میدم. آدم چیز خوبو باید گوش کنه. دقیقاً. این میگم تو پلی لیست من میره. وقتی مثلا یه مسئله میخوام برم تو گوشم پلی بشه. داداشم نبینم شکسته‌ایشی خورده باشه. نه لاو بود. لاو بود. خب حالا لاو هم از همون میاد یاره دیگه. رو گفتی لاو، یاره رو مثلا دوره یه محراب و اینا رو. خب اونم که چه کثافتی بود. اونم که زمان خودش بود و ترکوند و خیلی کثافت بود. خب بچه‌ها این اولین ریاکت ما بود تو این کانال و دوست دارم حمایت کنید، لایک، سابسکرایب، زنگوله و حتما رو آل بذارید، کامنت بذارید. هر کی خوشش شما هر ضعفی داشتیم تو کامنت ها بهمون بگین. لایک دوستان، لایک فراموش نشه دیگه. سابسکرایب اینم که دیگه همتون خودتون یوتیوب هازینا بلدین. مرسی که هستین. قلب منین و عشق منین. مرسی که تا الان با ما بودید. فعلا See you.